سلام به همه همراهان عزیز نیوفکس. امروز قراره سفری کنیم به یکی از خاص‌ترین کشورهای جهان، برزیل. بزن بریم. 1. تنها کشور پرتغالی زبان در آمریکای جنوبی. در حالی که بیشتر کشورهای این منطقه اسپانیایی صحبت می‌کنند، برزیل تنها کشوریه که زبان رسمیش پرتغالیه. دلیلش استعمار این کشور توسط پرتغال در قرن 16. 2. برزیل خانه آمازون است. جنگل بارانی آمازون که بیش از 60% اون در برزیل ریه‌های زمین شناخته میشه و نقش بزرگی در اکسیژن سازی جهان داره. 3. قلب فوتبال دنیا. برزیل 5 بار قهرمان جام جهانی شده و اسطوره‌هایی مثل پله، رونالدو نازاریو، رونالدینیو و نیمار رو به جهان معرفی کرده. 4. کارناوال ریو جانیورو. هر سال میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا به ریو جانیورو میان تا توی بزرگترین جشن خیابونی دنیا شرکت کنند. این کارناوال ترکیبی از رقص سامبا، لباس‌های رنگارنگ و شادی بی‌پایان. 5. مجسمه مسیح نجات دهنده. این مجسمه عظیم با ارتفاع 30 متر روی کوه کوروکووادو در ریو جانیورو یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیاست. 6. تنوع زیستی باور نکردنی. برزیل خانه بیش از 4 میلیون گونه جانوریه، از جگوار گرفته تا دلفین‌های صورتی در رودخانه آمازون. 7. قهوه و بیشتر از قهوه. برزیل بزرگترین صادرکننده قهوه در دنیاست، اما جدا از قهوه، صادرات آهن، نیشکر، سویا و مرغ هم درآمد بزرگی برای این کشور به همراه دارند. 8. شهر سائوپائولو. سائوپائولو بزرگترین شهر در نیمکره جنوبی زمینه با جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر. این شهر یک هیولای واقعی از لحاظ وسعت و جمعیت. 9. پرچم نجومی. پرچم برزیل شامل 27 ستاره است که وضعیت آسمان شهر ریو ژانیرو در ماه نوامبر 1889 روز اعلام جمهوری نشون می‌دهد. 10. زبان رسمی اما با لهجه خاص. پرتغالی که در برزیل صحبت میشه با پرتغالی کشور پرتغال فرق داره. آواها، لهجه و حتی بعضی از واژگانش مخصوص برزیل هستند. 10. زبان رسمی اما با لهجه خاص. پرتغالی که در برزیل صحبت میشه با پرتغالی کشور پرتغال فرق داره. آواها، لهجه و حتی بعضی واژگانش مخصوص برزیل هستند. 11. برزیل صاحب بیشترین منابع آب شیرین جهانه. به دلیل وجود رودخانه‌های عظیم مثل آمازون و هزاران رودخانه دیگه، برزیل یکی از ثروتمندترین کشورها در منابع آبه. 12. مردم خونگرم و پر انرژی. مردم برزیل به مهمان نوازی، رقص و موسیقی علاقه زیادی دارند. سامبا، بوسانووا و موسیقی‌های محلیشون توی تمام دنیا معروفه. 13. آشپزی خاص و متنوع. غذاهای سنتی مثل فیجوادا، خوراک لوبیا با گوشت، پاو د کیوجو، نان پنیری و آکاراجه از طعم‌های خاص و خوشمزه برزیلن که حتما باید امتحان بشن. 14. تنوع نژادی و فرهنگی بالا. برزیل حاصل ترکیب نژادهای بومی، آفریقایی و اروپایی. همین موضوع باعث شده فرهنگش بسیار غنی و متنوع باشه. 15. بزرگترین کشور در نیمکره جنوبی. برزیل پنجمین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت و جمعیته و تقریبا نیمی از کل قاره آمریکای جنوبی رو در بر میگیره. دیدی برزیل چقدر شگفت انگیزه؟ حالا بگو کدوم یکی از این دانستنی‌ها برات جالب‌تر بود؟ تو کامنت‌ها برامون بنویس، ما همیشه دنبال دونستن نظرات شماییم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان دکمه زنگوله رو بزن تا دانستنی بعدی رو از دست ندی. ممنون از تماشای زیباتون. تا ویدیو بعدی، فعلا.